خورده عادت‌ها پارت 5 در طی یک دوره 10 ساله در فاصله 2007 تا 2017 دوچرخه سواران بریتانیایی 178 قهرمانی جهانی، 66 مدال طلای المپیک و 5 پیروزی در تور دو فرانس کسب کردند که بیشتر آن را جزو موفق‌ترین دوره دوچرخه سواری می‌دانند. چگونه این اتفاق افتاد؟ چگونه تیمی که پیشتر ورزشکاران متوسطی بودند به قهرمانان جهانی تبدیل شدند و با تغییراتی که در نگاه اول کوچک به نظر میرسند تفاوت‌های بزرگی ایجاد کردند؟ چگونه جمع شدن پیشرفت‌های کوچک چنین نتایج قابل توجهی را ایجاد کرد و چگونه می‌توانید این رویکرد را در زندگی خود تکرار کنید؟ چرا عادات کوچک به تفاوت‌های بزرگ منجر می‌شود؟ به سادگی می‌توان درباره اهمیت یک لحظه تعیین کننده اغراق کرد و ارزش پیشرفت‌های کوچک روزانه را دست کم گرفت. بیشتر ما خودمان را قانع می‌کنیم که موفقیت‌های بزرگ نیازمند به اعمال بزرگ است. خواه کاهش وزن، ایجاد کسب و کار، نوشتن یک کتاب، بردن یک مسابقه یا رسیدن به هر هدف دیگری باشد. ما به خودمان فشار می‌آوریم تا پیشرفت‌های بزرگ به وجود آوریم، تا همه درباره ما صحبت کنند و در این میان پیشرفت 1% خیلی به چشم نمی‌آید و حتی گاهی اصلاً دیده نمی‌شود. اما در دراز مدت می‌تواند معنادار باشد. تفاوت‌هایی که پیشرفت‌های کوچک به مرور زمان ایجاد می‌کنند قابل توجه است. از نظر ریاضی این مسئله اینگونه است: اگر برای یک سال هر روز 1 درجه بهتر شوید، در پایان سال 27 برابر بهتر از قبل هستید و برعکس. اگر هر روز 1 درجه بدتر شوید، در انتها نزدیک به 0 می‌شوید. چیزی که به عنوان یک پیروزی کوچک یا قدم جزئی دیده می‌شود، در نهایت به پیروزی خیلی بزرگتر تبدیل خواهد شد. هر روز 1% بهتر شوید. حالت اول: تأثیرات عادات کوچک در طول زمان با هم ترکیب شدند. برای مثال، اگر بتوانید روزانه 1 درجه بهتر شوید، نتایج این گونه است که در پایان سال 37 برابر بهتر از قبل هستید. عادات تجمیع فواید پیشرفت‌های شخصی هستند. همانطور که پول با سود مرکب افزایش می‌یابد، با تکرار عادات نیز چنین تأثیری ایجاد خواهد شد. ممکن است به صورت روزانه تفاوت چندانی ایجاد نکنید، ولی تغییرات در طی ماه‌ها و سال بسیار فراوان خواهد بود. تنها با نگاه به 2، 5 یا حتی 10 سال آینده نتیجه عادات خوب و عواقب عادات بد آشکار خواهد شد. درک ارزش‌های این موضوع در زندگی روزمره می‌تواند سخت باشد. ما اغلب تغییرات کوچک را نادیده می‌گیریم چون در آن لحظه مهم به نظر نمی‌آیند. اگر الان پولی ذخیره کنید، همین حالا 1 میلیونر نخواهید شد. اگر 3 روز پشت سر هم باشگاه بروید، هنوز هم هیکل خوبی نخواهید داشت. اگر امشب برای 1 ساعت زبان ماندارین را مطالعه کنید، هنوز آن زبان را یاد نگرفته اید. ما تغییرات کوچکی ایجاد می کنیم، اما نتایج هیچ وقت سریع ایجاد نمی شوند. بنابراین دوباره به رویه قبلی خود باز می گردیم. متاسفانه سرعت کند تحولات باعث می شوند تا متوجه عواقب عادات بد نشوید. اگر امروز 1 غذای ناسالم بخورید، وزنتان آنچنان تغییری نخواهد کرد. اگر امشب تا دیر وقت کار کنید و خانواده خود را نادیده بگیرید، آنها شما را میبخشند. اگر کارها و پروژه خود را به تعویق بیاندازید، معمولاً وقت کافی برای تکمیل آن خواهید داشت. به سادگی میتوانید یک تصمیم را نگیرید.
اما وقتی ما هر روز اشتباهات 1% را تکرار می کنیم، تصمیمات ضعیف ما افزایش می یابد. اشتباهات کوچک تکرار می شوند و با بهانه‌های کوچک کارهایمان را توجیه می کنیم. تصمیمات کوچکمان به نتایج زیانبار تبدیل می شوند. تجمیع این گام‌های نادرست، افت‌های 1% منجر به مشکل می شود. تأثیری که با تغییر در عاداتتان ایجاد می شود با تأثیر تغییر مسیر هواپیما فقط به اندازه چند درجه برابر است. تصور کنید در پرواز لس آنجلس به نیویورک هستید. اگر خلبان نوک هواپیما را فقط 3.5 درجه به سمت جنوب تغییر دهد، شما به جای نیویورک در واشنگتن فرود خواهید آمد. تغییری این چنین کوچک در زمان بلند شدن هواپیما به ندرت حس می شود، اما اگر دماغه هواپیما فقط کمی جابجا شود، صدها مایل آن طرفتر فرود خواهید آمد. شبیه به همین موارد، تغییرات کوچک در عادات روزانه‌تان می تواند زندگی شما را به مقصدی متفاوت برساند. انتخابی که 1% بهتر یا بدتر است در لحظه به چشم نمی آید، اما با گذشت زمان تغییر زیادی را در زندگی آینده و حال شما به وجود خواهد آورد. موفقیت محصول عادات روزانه شما است، نه تحولات یک دفعه‌ای. پس با این اوصاف مهم نیست که در حال حاضر چقدر موفق یا ناموفق هستید. چیزی که حائز اهمیت است این است که عاداتتان شما را در مسیر موفقیت قرار دهد. باید بیشتر نگران مسیر کنونی خود باشید، نه نتایج کنونیتان. اگر شما یک میلیونر هستید و هر ماه بیشتر از پولی که در میآورید خرج می‌کنید، پس در مسیر بدی قرار دارید. اگر عادات خرج کردنتان تغییر نکند، سرانجام خوبی نخواهید داشت. و برعکس، اگر ورشکسته هستید اما ماهیانه مقداری پول ذخیره می کنید، شما در مسیر آزادی مالی هستید، حتی اگر از آنچه دوست دارید آرامتر حرکت کنید. نتایج حاصل عادات شما هستند. ارزش خالص شما از عادات مالی شما به دست می آید. وزن شما به واسطه عادات غذایی‌تان تعیین می شود. دانش شما از عادات یادگیریتان ناشی می شود. در هم ریختگی شما از عادات نظافت شما نشأت می گیرد. شما آنچه را که تکرار می کنید به دست می آورید. اگر می خواهید پیش بینی کنید که عاقبت زندگی شما چگونه است، تنها کاری که باید بکنید این است که مسیرهای دستاوردها یا ضررهای کوچک خود را دنبال کنید و ببینید که چگونه انتخابهای روزانه شما در طول 10 یا 20 سال کنار هم جمع می شوند. آیا کمتر از درآمد ماهیانه خود خرج می کنید؟